انسان دو خانه داره، یکی خانه فیزیکیش که بر خود خانه ساخته و یکی خانه قلب است. یکی قلب است، یک منزل انسان قلب است و یک منزل انسان منزل رهایشیش است. الله در مورد انصار چی میگه؟ میگه انصار الذین کسانی بودن که تبوأوا الدار والایمان، هم منزل رهایشی خدا آماده ساخته بودن و هم قلب خدا آماده ساخته بودن برای پذیرایی مهاجرین. یحبون من هاجر الیهم، چون قلبشان پاک بود، آماده بود، خانهشان هم آماده بود. وقتی مهاجرین به منزلشان می آمدن دوست داشتن که مهاجر در خانه مبه. و برادر مهاجر خود می گفتن که من خانه خود تقسیم می کنم، اگر 2 تا گوسفند فقیران ندارم یکیش برای برادر مهاجر ما باشه. الله از قلب از اونها خبر میده که یحبون من هاجر الیه. اگر پر مهاجر کدام غنیمت میرسید ولا یجدون فی صدورهم حاجت مما اوتوا، در قلبهای خود احساس نمیکردن حاجتی به آنچه که به اونا داده شده. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اگرچه انسان قلباً یک نوع تقاضا می داشته باشه، با وجود از اینا ایثار می کردن حق خدا بر از اونا می دادن. در یکی از غزوات وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار مال برای کسایی که نه مسلمان شده بود بر از اونها دادن، بعضی از انصار از زبانشان همینقدر آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفتن یا رسول الله چیزی که مال بود بر از اونها دادین. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد برشان گفت که ای انصار، او کسایی که برشان مال دادیم نه مسلمان شده بودن، شما خوش نیستین که اونها به همراه گاو و گوسفند رفتن و شما انصار کسایی هستین که من رسول الله در صف شما هست. میگه همه ایشان اشکایشان جاری شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان میگه که اگر صف باشم در صف انصار قرار میگیرم. الله بر از اینا هم یک مدال میته و میگه که و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. مدال فلاح، کامیابی و رستگاری